در فوتبال اسپانی باشد بعد رخ دادن جنجال‌ها وقت ال کلاسیکو ممکن که گزارشی بمباوی ترانسفری هم شود اگر هجوم‌های گروهی یک قطار مردان تنومند سفیدپوش ضد کودک مکتب خان را یک طرف مانیم. بازیگران ریال مادرید در ال کلاسیکو با قول بین یکدیگر هم ساز نگرفتند. از رفتار ناجوی وینی جونیور وقتی عوضشوی و رودریگو با جانب خابی آلونسو همه را حیران کرد. وینی حتی با اشاره و صداهای بلند هم گفت که از دسته می رود. البته که رفتن از میدان در ال کلاسیکو برای یکی از ستارگان تابان هم تلخی می آورد، ولی از جانب دیگر با قرارهای مربی هم باید که احترام گذاشت. از نبود احترام از جانب وینیسیوس البته با مناسبت میان مربی و بازیگر تاثیر منفی رسانیده، باشگاه احتمالاً وینی را از برای این کارش جزا می‌دهد. بعد آنی که وینیسیوس جزا گرفت، علنگه علم‌ها برای رفتن از دسته بر عوض آن 300 میلیون و کشور سعودیان هم به مراتب زیاد می شود.